غار هیرو در بلندی تخمیناً 700 متر از سطح بحر در کنار شهر مکه مکرمه جایگیر است. طبق روایت ها پیغمبر دین اسلام محمد اولین وحی را محض در همین غار گرفته است. پیغمبر بارها به اینجا آمده روز و حتی ماه‌ها را در داخل آن با تحمل و تفکر سپری کرده است. مرا احساسی غیر قابل شرح فرا گرفته است. ببینید که چگونه او در این عالم تأثیر گذاشت. غار هیرا محض همان جایی است که همه این امور آغاز یافته است. احساس چنان زیاد می شود که شما آنجا ایستادن نمی توانید. سیر غار هیرا تقریباً 40 دقیقه را در بر می‌گیرد، ولی برای افراد سالخورده عبور و مرور کوه و خواندن چند رکعت نماز در داخل آن کاری آسان نیست. شما باید بالا بروید. ما صبح بر وقت آمدیم که قبل از گرمای روز به آنجا برسیم. شما باید با خود مواد مورد نیازتان را بیارید. الحمدلله اینجا پیراهه ساخته شده است، ولی باید احتیاط کرد که آدم نلغزد و نافتد. زیارت غار به چارچوب حج شامل نیست، ولی مسلمانان زیاد آن را زیارت می کنند تا لحظه حیات پیغمبر را در این غار احساس نمایند. حج امسال روز یکشنبه آغاز یافت. طبق آمار رسمی امسال در مراسم حج نزدیک به 2 میلیون نفر اشتراک دارد. فعلا حاجیان در منطقه مینا و کوه عرفات قرار دارند. روز سه‌شنبه 21 اوگوست مسلمانان عید الاضحی یا عید قربان را جشن میگیرند.